زیباترین قاب طبیعی که تا امروز ما دیده. ایزوله ترین استودیوی جهان تا امروز ما دیده. بهترین ساوند افکتی که میتونی در این فضا بذاری طبیعی است، چیزی که حالا میشنوید، شاید هم نمیشنوید، نمیدانم. به هر حال نمیدانم از ویدیوی اولم چقدر تر میشه. این ویدیوی دومم است که بینش شاید 1 ساعت هم فاصله نباشه. میخوایم در این ویدیو بگم که من یک زمانی یک برنامه داشتم به نام شبگرد در یکی از تلویزیون‌ها. برنامه بدی نبود، تک و توک میشناخت. البته یک نفر از کسایی که مرا میشناخت خدا بیامرزش مریض شد، یک دفعه مرد در جوانی و هم میگفتی چقدر جوان مونده، نامش نمیگیرم. یعنی یک نفر میشناسه او برنامه را که او خودم هستم. او نامش بود شبگرد، این برنامه نامش است ولگرد، چون در واقع ما ولگرد هستیم. جایی که میریم امروز هیچ خاطره با او نداریم، هیچ پیوندی با او نداریم، یا ای که سرخورده از ایستیم که هیچ جای ما رو قبول نمیکنه، حتی خاک خود ما. و ما میخوایم در این برنامه فقط صحبت کنم، فقط صحبت، مثل که در شبگرد فقط صحبت میکردم. واقعی است، این لحظه است. هیچ ادیت کات دوربین به دوربینی نمیشه. یک تا دوربین دارم و یک هدفون دارم که هم پادکست میشنوم و هم ویدیو ثبت میکنم. تازه فهمیدم که چی نمیفهم. خوب شد این تجربه را داشتم، همین تجربه مهاجرت را. مهاجرت یک دنیای عجیب و غریب است، اما من چای ما همیشه قدم هست. شورشان بتون. هنوزم میگیره. خیلی خوب بود نه؟ همیست از این باد. ویدیوهای کوتاه هنوز هم میگیره. باید یک نه همین گونه میگیریم همیشه. بعضی وقتا اینطوری شد. مثلا